سلام دوستان، خوش اومد به ویدیوی آموزشی از چنل سید کریپر. امروز با یه ویدیو آموزشی در خدمتتون هستیم. میخوایم آموزش ساخت سرور ماینکرافت چه رو سیستم خودتون و چه رو VPSی که خریداری میکنید آموزش بدیم. فقط دقت کنید که این ویدیو فقط سرور سروایو، یعنی هیچ مودی نمیتونید روی این سرور بریزید. آموزش ساخت سرور مودم گرفتیم، احتمالا تو همین هفته آپلودش میکنیم. خب بدون معطلی بریم سراغ پیش نیازهایی که لازم دارید. اولین برنامه‌ای که لازم دارید واسه اجرا شدن سرور روی حالا چه سیستم خودتون چه VPS تون، جاوا دیولپر کیت هستش که ورژن حداقل 21 بالا رو من پیشنهاد میکنم دانلود کنید. اصلا مهم نیست از کدوم سایت، میتونید از سایت خودش دانلود کنید، میتونید از سایت حالا ایرانی هم دانلود کنید، هیچ مشکلی نداره. بعد از اینکه جاوا دیولپر کیت رو نصب کردید، میایید داخل این سایتی که حالا براتون داخل کپشنم میذارم سایتش رو. ورژنی که احتیاج دارید و سرورش رو دانلود میکنید. حالا میتونید ورژن 1.21 باشه. از شما تو این سایت از ورژن 1.7.10 دارید تا 1.21.7 اگه اشتباه نکنم. آره من ورژن 1.21.4 رو دانلود میکنم چون خود گیمم دانلود دارم. ما اینجا یه فایل به اسم server.jar داریم که همین الان دانلودش کردیم. یه فولدر درست میکنیم، حالا هر اسمی که دلتون میخواد میتونید روش بذارید. server.jar رو داخل این فولدر میریزید. خب حالا شما یه تکست داکیومنت باز میکنید، اسمش میذارید استارت یا HTTP گیم، مهم نیست. با نوتپد ادیتش میکنید. یه کد استارتی هستش که من اینو توی دیسکریپشن میذارم براتون، همونو کپی پیست کنید کافیه. فقط اینجا حالا مقدار مینیمم رمی که استفاده میکنه و ماکسیمم رمی که استفاده میکنه از سیستم یا VPSی که دارید رو بزنید. اسم اون فایلی که دانلود کردین رو دقیق اینجا وارد میکنید، با پسوندش رو سیو میکنید. دوباره میاد این تکست داکیومنت رو رینیم میکنید و این txt رو فرمتش رو تغییر میدید به bat اینتر یس. حالا این فایل رو استارت میکنید، ثبت میکنید تا کارش رو انجام بده. حالا یه سری فایل ها دانلود شده و اضافه شده اینجا که اولا همه باید داخل eul.txt برید، ادیتش کنید و این گزینه ای که حالا من یه مقدارم اینو بزرگ کردم که شما ببینید، این گزینه رو از فالس به true تبدیلش میکنید، سیوش میکنید. یک گزینه دیگه ای داریم اینجا به اسم save properties. این هم میتونید با edit node.++ یا به برنامه دیگه یا ویژوال استودیو کدی که دارین میتونید تغییراتی توش ایجاد کنید، داخل سرورتون داخل بیس سرورتون ایجاد کنید. از همه اینا که بگذاریم، مهمترین چیزی که ما این وسط داریم این قسمت آنلاین مود هست. از اونجایی که ما اکانت اورجینال نداریم و همه با تی لانچر داریم پلی میدیم، این گزینه حتما باید روی فالس باشه وگرنه نمیتونید جوین بدید داخل سرور. این موضوع اول. موتد که اینجا نوشته اسم سرورتون هست، حالا هرچی که میتونید انتخاب کنید. راستی یه موضوع دیگه، لول سید که اینجا هست میتونید شما برید سید مد نظرتون رو طبق ورژنی که دانلود میکنید. من حالا این چیزی که الان اینجا وارد کردم خودم هم از گوگل پیدا کردم، شما هم میتونید برید. با البته بگم ورژن سرورتون رو حتما باید بزنید چون فرق میکنه با هم دیگه. اینجا دیگه ما کاری نداریم، کارمون تمومه. سیو میکنید. موضوع بعد که کسی اصلا بهش اهمیت نمیده و خیلی ها به مشکل برمیخورن، بحث فایروال ویندوزشون هست که حتما باید آف باشه و تو قسمت ادوانس ستینگ هم این هم اوتش باید دوتا پورت باز شه. باز کردنش هم به این ترتیبه که شما رو جفت همین هم این هم اوت میاد نیو رول رو میزنید، پورت رو انتخاب میکنید، نکست، یک بار TCP و دوباره UDP رو انتخاب میکنید. پورتی که انتخاب شده برای یعنی پورت پیش‌فرض سرور ماینکرافت 25565 هستش. نکست رو میزنید دوباره. حتما گزینه اول فعال باشه. نکست یه نیم براش انتخاب کنید، اصلا مهم نیست، فقط بعد این پورت ها باز شه و فینیش رو میزنید. من این کارو کردم و نیاز نیست دیگه انجام بدم. شما این کارو حتما باید انجام بدید. بعد اینکه فایروال رو کانفیگ کردید میاد دوباره روی start.bat کلیک میکنید و صبر میکنید تا سرور کارش رو انجام بده. یه سری دانلودا داره، شاید یه مقدار طول بکشه.
خب کار سرور تموم شده. الان دقیقا سرور آماده است و هیچ کار دیگه نداره. الان راحت میتونید برین داخلش. تو بخش مولتی پلیر شما اد سرور رو میزنید. اینجا یه اسم سروری که خودتون انتخاب میکنید، حالا هر چی میتونه باشه اصلا مهم نیست. تو قسمت سرور آدرس اگر سرور روی لوکال شما ران باشه فقط هیچ آی پی نیاز نیست، فقط باید بنویسید لوکال هاست. اما اگر روی وی پی اس ران کردید سرور رو، باید آی پی سرورتون رو با 2 نقطه پورتی که انتخاب کرده بودید براش 25565 وارد کنید و بعد داون رو بزنید. و من قبل حالا اینجا سرور رو اد کرده بودم، میبینید اسمش هم اومده اینجا سید کریپر. روش کلیک میکنم، جوین سرور رو میزنم و صبر میکنم کانکت شه. خب میبینید که سرورمون ران شد و دوباره من با این کاراکتر سمی اومدم. رفقا لایک و سابسکرایب فراموش نشه، خیلی مخلصیم.